ظریفه ساکن شهر خان یونس غزه در ماتم نزدیکانش نشسته است. روز 14 اکتبر اسرائیل به خانه آنها بمب انداخت. خودش زنده ماند، جیان و دیگر نزدیکانش کشته شدند. آنها به ما هیچ آگاهی ندادند. همه ما خواب بودیم، کسی بیدار نشده است. من وقتی بیدار شدم که آدمان زیاد بالای سرم بودند و میپرسیدند که زنده ای؟ خستم و مانه را سراغ کردم که با من در یک خانه خواب بود. جستم ولی او را نیافتم. اسرائیل جنگجویان حماس را متهم میکند که مردم را چون سپر زنده استفاده میکنند. در خانه های آنها و مکتب و شفاخانه ها پنهان میشوند و میجنگند. 1 سال است که مراسم جنازه دست جمعی اینجا معمولی شده است. سازمان ملل میگوید هیچ جای غزه امن نیست. در خواب و بیداری، در انتظار آب و نان، در مکتب و بیمارخانه و حتی در پناهگاه آوارگان مرگ به سراغشان میآید. اسرائیل میگوید حماس را نابود کردن است که سال پیش 1200 نفر اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اینجا بیروت پایتخت لبنان است. اسرائیل پس از چند روز تنفس دوباره اینجا را بمباران کرد. ساکنان بیروت می ترسند که سرنوشت غزه اینجا تکرار می شود. ما همه در یک وضعیت قرار داریم. وضع در کشور عادی نیست و کسی نمیداند که فردا چی می شود. هر کسی را پرسی میگوید که نمیدانم چی می شود. همه را وحشت و ترس فرا گرفته است و آینده نامعلوم. اسرائیل میگوید با حزب الله تحت حمایت ایران می جنگد. این گروه که جنوب لبنان را نظارت میکند با پشتیبانی از فلسطینیان اسرائیل را موشکباران میکند. سازمان ملل میگوید در حمله اسرائیل به غزه و لبنان بیشتر آدمان بیگناه کشته شدند. اسرائیل میگوید تمامی تلاش را میکند تا غیر نظامیان آسیب نبینند. شمار کشته شده ها در لبنان در یک ماه اخیر از 2000 نفر گذشت. در 1 سال در غزه به گفته وزارت تندرستی حماس بیش از 42000 نفر کشته شدند که اکثرشان زنان و کودکان هستند.